سلام به چنل قدرت نامحدود، خیلی خوش اومدید. من ماریا موسوی هستم. قراره با تیم خفنم آموزش ها و پلن های در اختیار شما قرار بدیم که بتونید مثل آدم های موفق در زندگیتون پیشرفت کنید. سابسکرایب یادتون نره و زنگوله کنارشم بزنید تا هر زمان ویدیوهای جدید آپلود میشه شما از اون با خبر بشید و تشریف بیارید ویدیوهای ما رو ببینید. سلام به تو دوست قدرتمندم. امروز میخوام در مورد 10 عادت صبحگاهی باهات صحبت کنم که اگر وارد زندگیت کنی مسیرت کاملا تغییر میکنه. و یادت باشه نکته دهم از همه مهمتر هست، پس تا آخر همراه من باش. 1. بیدار شدن زودتر از معمول. این کار بهت زمان بیشتری میده تا روزت رو بدون عجله شروع کنی. 2. نوشیدن 1 لیوان آب خنک بعد از بیدار شدن باعث میشه انرژی بدن بیدار بشه. 3. ورزش سبک، حتی فقط 5 دقیقه. همین حرکت ساده سطح انرژی و روحیه رو بالا میبره. 4. نوشتن 3 چیزی که بابتش شاکری. این تمرین ذهن رو مثبت میکنه. 5. برنامه ریزی روزانه. قبل از شروع کارها توجه کن که قراره چه کارهایی رو انجام بدی. 'اگه تا اینجا برات مفید بوده همین الان کانال قدرت نامحدود رو سابسکرایب کن، چون قراره نکات خیلی بیشتری مثل این یاد بگیری. 6. مطالعه یا گوش دادن به یک مطلب الهام بخش. این کار ذهن رو برای موفقیت آماده میکنه. 7. دوری از گوشی موبایل در 1 ساعت اول صبح. به جای چک کردن شبکه‌های اجتماعی روی خودت تمرکز کن. 8. نفس عمیق و مدیتیشن کوتاه. آرامش ذهنی بهترین سوخت برای یک روز پر انرژیه. 9. مرور اهداف بلند مدت. هر روز به خودت یادآوری کن برای چی داری تلاش میکنی. و اما 10. انجام یک کار کوچک اما مهم درست اول صبح. این عادت کلید قدرتمندیه، چون بهت حس پیشرفت میده و روزت رو عالی شروع میکنی. پس یادت باشه عادتهای تو آینده تو رو میسازه. حالا به من بگو تو کدوم یکی از این عادتها رو همین فردا شروع میکنی؟